سلام به همه همراهان عزیز کانال چراغ راه. امیدوارم حالتون عالی باشه و از ویدیو قبلی ما که درباره قانون 2 دقیقه بود حسابی استفاده کرده باشید. همونطور که توی ویدیو قبلی گفتیم، شروع کردن اولین و مهمترین قدمه. یاد گرفتیم چطور با یه گام کوچیک اون مقاومت ذهنی اولیه رو بشکنیم و حرکت رو آغاز کنیم. اما حالا سوال اینجاست، چطور این شروع‌های کوچیک رو به عادت‌های پایدار و همیشگی تبدیل کنیم؟ چطور کاری کنیم که اون اشتیاق اولی از بین نره و ما به مسیرمون ادامه بدیم؟ امروز قراره درباره همین صحبت کنیم، چگونه عادت‌های مثبت و پایدار بسازیم. ما حالا مشکل اینجاست که چرا ساخت عادت‌ها سخته. احتمالاً برای هممون پیش اومده که با کلی انگیزه یک عادت جدید رو شروع کنیم، مثلا ورزش روزانه، مطالعه یا حالا سرخیزی، اما خب بعد از چند روز یا حالا چند هفته اون انگیزه اولیه کمرنگ میشه و عادت جدیدمون فراموش میشه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما معمولا به جای اینکه روی سیستم و فرایند تمرکز کنیم، فقط روی اون نتیجه نهایی متمرکز میشیم. یعنی سعی میکنیم تغییرات خیلی بزرگ رو یک باره انجام بدیم. اما خب ساخت عادت‌های مثبت یک هنر و یک علم هستش. وقتی مکانیزمش رو بفهمیم میتونیم زندگیمون رو متحول کنیم. اما خب چرخه عادت یعنی سرنخ، روتین و پاداش. خب برای اینکه بتونیم عادت‌های جدید رو بسازیم، اول باید بفهمیم عادت‌ها چطور در مغز ما شکل میگیرن. این یک چرخه است که از 3 مرحله تشکیل میشه. خب ببینید، سرنخ، روتین و پاداش. این یک چرخه است. سرنخ چیزی که باعث میشه شما یک کار رو انجام بدید، مثلا دیدن مسواک. سرنخ برای مسواک زدنه. خب همین که شما مثلا میخواید دندونتون رو مسواک بزنید، دیدن مسواک یک سرنخ برای مسواک زدنه. اما حالا روتین، خود عملی که انجام میدید اون میشه روتین کار، مثل مسواک زدن. پاداش چیه؟ یعنی چی پاداش؟ یعنی حس خوبی که بعد از انجام اون کار به دست میارید، مثلا حس تمیزی دندان ها، حس سفید شدن دندان ها. این میشه پاداش کار. پس مغز ما یاد میگیره که این پاداش خوب رو دوست داره و دفعه بعد با دیدن سرنخ دوباره به دنبال روتین میره. پس برای ساخت عادت جدید باید این چرخه رو به نفع خودمون دستکاری کنیم. حالا میخوام یه سری تکنیک‌های عملی برای ساخت عادت‌های پایدار بهتون بگم. خب بریم سراغ چند تکنیک فوق‌العاده کاربردی برای ساخت عادت‌های مثبت. خب یکیش اینه که کوچیک سازی عادت. یعنی چی؟ یعنی اون عادت رو خیلی بزرگ نکنیم، خیلی کار سختیه، کوچیک سازی بکنیم. خب این مهمترین اصله و به ویدیو قبلی ما هم برمیگرده که در این مورد صحبت کردیم. یعنی کاری که میخواید انجام بدید رو اونقدر کوچیک کنید که نتونید بهش نبگید. خب مثلا اگه میخوای روزی 1 ساعت کتاب بخونی، با روزی 1 پاراگراف مثلا شروع کن. اگه میخوای ورزش کنی، با یک حرکت شنا یا 2 دقیقه پیاده روی شروع کن که اینو کامل تو ویدیو قبلی توضیح دادم. پس مهم اینه که فقط شروع کنی و اون مقاومت اولیه رو بشکنی. حالا نکته دوم، زنجیره عادته. یعنی عادت جدیدت رو به یک عادت قدیمی که هر روز انجام میدی بچسبون. خب مثلا بعد از اینکه قهوه رو خوردم، یعنی عادتیه که موجوده دیگه، مثلا من هر روز قهوه میخورم، بعد از اینکه قهوه رو خوردم 10 دقیقه مدیتیشن میکنم. این عادت جدیده، یعنی عادت جدید رو به عادت قدیمی چسبوندیم. یا مثلا بعد از اینکه شام خوردم که یک عادت موجوده، 5 دقیقه اتاق رو مرتب کنم. عادت جدیده. عادت جدید رو به عادت موجود یا عادتی که وجود داشته چسبوندیم و مرتبطش کردیم. نکته 4، سیستم پاداشه. یعنی مغز ما عاشق پاداش. خب مثلا برای خودت بعد از انجام عادت یک پاداش کوچیک و فوری در نظر بگیر. این پاداش نباید عادت بد دیگه رو تقویت کنه، فقط حواستون به این نکته باشه. مثلا بعد از 30 دقیقه کار روی پروژه، 5 دقیقه برو به آهنگ مورد علاقت گوش کن. نکته بعدی و نکته آخر، ردیابی و پیگیری. یعنی چی؟ یعنی پیشرفتت رو ثبت بکن. مثلا میتونی از یک تقویم، حالا یک دفترچه یا حالا اپلیکیشن‌های مختلف که هستن استفاده کنی.
دیدن زنجیره‌ای از روزهایی که عادتت رو انجام دادی فوق‌العاده انگیزشی بخشه. یعنی شما مثلا میگید آقا خب امروز مثلا فلان کارو کردم، فرداش مثلا این کار رو بیشتر انجام دادن، اینطوری بخود تو انگیزه میدی و اصلا انگیزه بخش این کار. اما نکته طلایی اینجاست که هرگز 2 بار پشت سر هم از دست نده. خب یعنی اگه یک روز عادتت رو انجام ندادی خودت رو سرزنش نکن، فقط مطمئن شو که روز بعد حتما دوباره شروع میکنی. پس یادتون باشه ساخت عادتهای مثبت نه تنها با یک گام کوچیک شروع میشه، بلکه با تکرار منظم، پاداش‌های هوشمندانه و پیگیری مداوم پایدار میشه. این ها چراغ‌های راه شما برای ساختن عادت‌هایی که زندگیتون رو روشن‌تر میکنه. حالا نوبت شماست. یک عادت کوچیک رو انتخاب کنید که میخواید بسازید. در بخش کامنت ها به ما بگید چه عادتی رو شروع میکنید، کدوم یکی از این تکنیک ها رو برای شروع انتخاب میکنید و همین دیگه برام بنویسید تو بخش کامنت ها. حالا اگه این ویدیو براتون مفید بود حتما لایک کنید، کانال چراغ راه رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا هیچ ویدیوی جدیدی رو از دست ندید. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.